ساعت 12:20 نصف شب و فردا 29 اسفند 1403 هستش. فکر که بخوام اولین ویدیوی یوتیوب این باشه ولی اشکالی نداره. گفتم تصمیم این بود که تولدم باشه، یعنی خیلی وقته که من میخواستم یوتیوب رو شروع بکنم و اولین ویدیو قرار بود که تولد 20 سالگیم باشه، ولی هی عقب میافتاد و اول از همه اینستاگرام شروع کردم و ویدیوهایی که اونجا میذارم خیلی دوست دارم، ایده هایی که میدم لذت بخشه. الان قبل اینه که یه ویدیو جدید بگیرم برای اینستاگرام، الان یه چالش رو اندازه کردیم به اسم کشیدن ناز امید برای عید و اتفاقاتی که باعث میشه که امیدوارتر بشیم و میگم. اسم پیجم که من امیده، هم اینجا هم اینستاگرام. درسته من یه ویدیو دارم و اولینش توی قبرستون بود و یه نکته خیلی جالب و خیلی دلی بود، اما این ویدیو مال خیلی وقت پیشه، نمیدونم 6 ماه پیش چقدره و دیگه تمرکزم رفت روی اینستاگرام. اولش قرار بود که هم اینستاگرام باشه هم یوتیوب، ولی چون نمیتونستم و تمرکزم باید روی یکیش بود، من اینستاگرام رو شروع کردم. چرا اینجوری حرف میزنم؟ به خاطر اینکه نمیدونم، بذارین حرف بزنم. اینجا خوبه، اینجا جاییه که میتونی حرف بزنی، قشنگ حرف بزنی. اینستاگرام محدودت میکنه، فقط 3 دقیقه و خوبه که الان 3 دقیقه شده. من آدمیم که تم نمیشه هم حرف زدن هم همه چی بیشتره، زیاده، محدود نیست، نمیتونم و همینطور باید ادیت کنم، همینطور باید یه جوری بکنم که حوصله مخاطب سر نره و نزنه ویدیو بعدی، نه برای ویو گرفتن، نه برای توجه و آفرین گفتن. من حتی الان 43 تا دونه فالوور دارم و اصلا ناراحت نیستم از این بابت، اصلا دنبال اینجور چیزا نیستم. من میخوام ببینن. من اولین باری که شروع کردم سردر اینستاگرام زدم منی که باید دیده بشه و واقعا همین بود، چون که باید دیده بشه، باید ببینین، باید محتوای من دیده بشه، محتوایی که قشنگه، محتوایی که خیلی لذت میبرم از خلاقیتم، دوستش دارم و به نظرم خیلی ها نیاز دارن که بشنونش، نه نظری بدن نه لایک کنن، حتی چون نکن، فقط ببینی. فقط من ببینم که الان 700 نفر دیدن، 800 نفر دیدن. آخرین ویدیویی که اصلا تجربه کردم خیلی خوشحال شدم بابتش، دیدم که 600 نفر دیده بودن و یکی از ویدیوهای دیگم 700 تا. خیلی خوشحال شدم. کسی لایک نکرد، هیچ کس نظر نداده بود و اصلا این چیزا مهم نبود. این وقتی که دیدم وای اینقدر آدم دیدم خوشحال شدم، واچ تایمش بالا بود، خوشحال شدم، چون باید دیده بشه، چون امید میده، چون امید رو به صورت انگیزه نمیده. به این کاش صدا خوب باشه، دستم رو میشوفم. به این صورت که امید داشته باش، انگیزه داشته باش، به این صورت نیست، با خلاقیته، با چیزی که خودم تجربهش کردم، از دلم میاد. توی کپشناش نوشتم که ارسالی از قلم هانیه جانم و افشانه احساسی قلبم. هانیه منم، افشانه احساسی قلبم اینجاست. هر چیزی که این کش نرم هر چیزی که من پست میکنم از قلبمه. اینم شاید هیچ کسی نبینه، شاید خودم باشم، دوربین باشه، اصلا مهم نیست. خواستم حرف بزنم و همینجوری با موضوعات مختلف دارم حرف میزنم. بالا سر یوتیوب نوشتم که اینجا برام مثل خوابیدن و دراز کشیدن روی پای مامان بزرگ میمونه که بوی عطر
گل محمدی میده، چایی گذاشته، به خاطر اینکه اون احساس گفتگوه وجود داره، به خاطر اینکه راحت میتونی پیشش گریه بکنی، به خاطر اینکه اون محبتی که داره خیلی با صداقته، خیلی قشنگه. خب و میتونی خود واقعیت باشی، میتونی بگی من شکست خوردم، من موفق شدم، بگی که حالم خوب نیست، من دوستت دارم، اصلا بگی، راحت بگی، احساسات رو راحت بگی. و به نظرم همینو خواستم بذارم، چون اینجا برام همینطوریه، برام مهم نیست کسی ببینه یا نبینه، میخوام حرف بزنم، میخوام این احساسا رو داشته باشم که یک همچین فضایی وجود داره برام. و دور تا دورمون همه آدمن، آدم ها قضاوتگرن، آدم ها احساساتشون موقتی میتونه باشه، میتونی سالیان سال براشون احساس ساخته باشی ولی با یه حرکت کوچیک تو همه چی خراب بشه. ولی یه ویژگی آدم ها قشنگ، اونها گوش میدن، اونها درک میکنن، اونها هستند، اینها قشنگه. و برای همین اینجا آدم های مختلف رو میبینن، میان صحبت میکنن، ولاگ میذارن، کار مختلف انجام میدن و بقیه هستن، بقیه احساسات نشون میدن. مثل فضای اینستاگرام نیست. اینو باید گیره زدم، الان راحت ترم. مثل فضای اینستاگرام نیست. تو فضای اینستاگرام من وقتی پستی میفرستم، پستی که از احساساته، پستی که نمیخوام کسی نقدش بکنه، اینجاش بد بود، اینجاش باعث نمیشه که آدم ها ببینن، اینجاش اینجوریه. میخوام از احساساتشون بگم، میخوام از تجربه هاشون بگم. زندگی و قشنگی آدم ها به همینه که بگی که آره من این تجربه رو داشتم، موقع اشک میریختم، موقع احساسم این بود، تو داری این یه تیکش رو درست میگی، این یه تیکش رو من خیلی زیاد تو زندگیم احساس کردم، همینا رو بگی. من زیر پستام نامه دارم، زیر هر کدومشون. البته این اواخر کمتره. نامه خوبیش اینه که بلند باشه، بعد قشنگ بخونی، بذاری جلوت بخونیش، احساساتش رو جای مختلف احساس کنی، بلند بخونی برای خودت. ولی فضای اینستاگرام به من میگه حوصله ندارم مردم، منم میگم باشه. و از آدم ها همینا رو میخوام. پایین نامه ها می نویسم که اگر پستچی اینستاگرام نامه رو به دستت رسوند، به هم اینو بگو، به هم اونو بگو. نه که کامنت بذاری. پیام گذاشتن قشنگه، نه برای اینکه ویوی اون پست بره بالا یا نمیدونم، بلکه احساس داره، بلکه آدم ها و میدونی کاش از سکوت خسته نشی، وقتی سکوت کنیم نمیدونی باید چی بگی. ولی آدم ها نیستن الان نامه‌ای نمیدن، احساساتی نمیدن. اگر پستم رو برای کسی بفرستم میاد نقدش میکنه. وقتی جایی محتوایی تولید میکنی باید انتظار نقدها رو هم داشت. بله درسته، ولی کاش منظور منو بفهم. وقتی حس اون ویدیو رو ببین، نیت اون ویدیو رو ببین. یه ویژگی که خدا داره اینه که نیت براش مهمه، چه اون کار رو انجام داده باشی چه نداده باشی، چه پس ذهنت فقط یه جمله رفته باشه، نیت براش مهمه. همین. بعدش من الان اتفاقی نیفتاده، کسی انتقادی نکرده یا چیز اتفاق بدی نیفتاده. من الان اومدم اینجا راحت نشستم، دوربین جلومه، چون گفتم این فضا برام چجوریه. خب
و اومدم اینجا از احساساتم بگم، ولی فکر کنم زیاد شد و گوشیم هم 1% احساساتم رو بشنویم، نه توی قسمت جدا، ولی در هر صورت بشنویم. جامون عوض شد، گوشیمون زدم به شارژ. خب داشتم میگفتم من میدونم که کسی نیست که این ویدیو رو ببینه، صدا پمپ آبه، کسی نیست که این ویدیو رو ببینه و اولین و آخرین نفر وقتی که کاتالوگ پست های توی پیج اینستاگرامم کامل میشه، وقتی کاور پست درست میکنم، وقتی توی یوتیوب شروع به فعالیت میکنم، همون اولا کسی نیست. و اگر هم که کسی باشه شاید اونجور که تو میخوای نیستن و اونا آدمن، اونا همیشه احساساتشون رو نمیخوان بگن یا احساساتشون اونجور نیست که تو میخوای. یعنی وقتی من میگم نامه بده، از احساسش بگه، از تجربه که داشته بگه به زیباترین شکل، بدون انتقاد، بدون توهین، بدون مسخره کردن. خب و الانم ویدیو طولانیه، این کی میخواد ببینه پیجی که تازه کاره؟ ولی برای خودم میخوام حرف بزنم. توی این اینستاگرامم داشتم میگفتم کاتالوگ پستام که کامل میشه اونم برای خودمه، حس خوبی میگیرم از این که داره پیش میره، کاری که دوست دارم و دارم انجام میدم، ویدیو خودمو میبینم و لذت میبرم از خلاقیتش. الان میخوام از احساساتم بگم. دیدم ویدیو شده 10 دقیقه، هنوز یکم وقت داریم. در هر حالتی هر چقدر دلت بخواد میتونی حرف بزنی، نه؟ من یه ویژگی که دارم، اگر آستینم نره بالا، در هر حالتی من امید دارم و وقتی که میام از احساساتم میگم که اگر اون احساس غم باشه، ناراحتی باشه، حسرت باشه، هر احساس دیگه به این معنی نیست که اون امید رفته. خب و اینجا این نکته رو باید میگفتم. فکر میکنم مسئله داشته باشم توی پیج اینستاگرامم، شاید تا یه ناراحتی به وجود بیاد بقیه بگن که چی شد، تو که همش امیدوار بودی. ولی خواستم اینجا اینو بگم. احساسی که الان دارم اینه که هی سکوت میکنم، هی شاید آه مانند میکشم، هی نمیدونم باید چی بگم. به خاطر این میتونه باشه که نصف شبه، به خاطر این هم میتونه باشه که یک احساسی دارم، احساس عجیب، احساسی که دوستش ندارم. من عزیزترین آدمی که دوستش دارم خداست. خب و هیچ وقت نمیخوام راجبش شک کنم. من همیشه محکم گفتم امید دارم، همیشه محکم گفتم به خدا ایمان دارم، خدایا ایمان دارم به خدایا دوست دارم. ولی الان یه شکی هست، اصلا نمیدونم شک یه وقتایی هست نمیدونی اصلا این احساساتی که الان دارم درسته، نکنه چرت و پرته. چرت و پرت به این معنی که غیر واقعیه، دارم بزرگش میکنم یا اصلا چیزی نیست. ولی بذار حرف بزنیم دیگه، نه؟ احساسم اینجوریه که من در هر حالتی خدا رو دوست دارم، اسلام رو دوست، اصلا هر چی که خدا بگه دوست دارم. خب میخواد اسلام باشه، میخواد قرآن باشه، هر چی. و یه داستانی وجود داره راجع به خدا، این که در هر حالتی میتونی با خدا حرف بزنی و قاعده اصلی نمازه. خود خدا گفته نماز بخونی، با نماز ارتباط اصلی هستش، چون اون گفته. و من راجبش اینم قرار پستم درست کنم ولی ماجرای اصلی این نیست. ماجرای اصلی اینه که اون داستانا رو بذار بگم. یه پیامبر میره بالا سر یه نفری، میبینه اون فرد مقابلش نمیدونم داره عجیب با خدا حرف میزنه، داره خیلی خودمونی با خدا حرف میزنه، انگار که داره با رفیقش حرف میزنه. و پیامبر میگه چرا اینجوری با خدا حرف میزنی؟ بعد خدا میره به پیامبر میگه چرا با بنده من اینجوری میکنه؟ و اون همه بنده ها در هر حالتی میتونن حرف بزنن.
و من این داستان که شنیدم خیلی خوشحال شدم و دائم در مواقع مختلف این یادم میاد که هانیه در هر حالتی میتونی حرف بزنی. من نماز رو میخونم خب و نماز بهم آرامش میده، در صورتی که در بی‌حسی بخونی، در باحسی بخونی، به معنیش توجه بکنی، به موقع بخونی. و من وقتی معنی فارسی کلمات عربی رو میدیدم دیگه خیلی بهتر ارتباط میگرفتم با نماز. ولی الان مسئله اصلا نماز نیست، مسئله اینه که تصوری که راجع به خدا داری در ذهنت چیه. تصوری که من راجع به خدا دارم اینه که یه آدمی که خیلی باهاش صمیمیم و از اون دنیا بهشت و جهنمی نمیخوام، خودشو میخوام این دنیا رو بی ثمر نگذرونم و یه فایده‌ای برای این خدا داشته باشم. بالاخره منو آفریده، بعد دوستش دارم خدا رو. همچه آدمیه تو ذهنم، ولی الان دچار شک شدم. میدونم همچه آدمی هست و همه الان هم داره به من گوش میده. الان نمیدونم دیگه توی یوتیوب آیات قرآنی میاد و اونا رو تفسیر میکنه. وقتی تو قرآن میبینم که چقدر جدی صحبت شده، شاید چون فارسیه این احساسو میکنم، یعنی معنی فارسیش با عربی فرق بکنه یا مثلا نمیدونم، ولی وقتی میبینم قرآن اینقدر جدیه به خاطر همین دچار شک شدم که نکنه خدا اینقدر جدی باشه، نکنه تصویری که تو ذهن من اشتباه باشه. و من همیشه از این گفتم که عاشق خدا باید باشیم، خیلی دوستش دارم خب. و یه شهیدی هم آقای حججی میگفت انگار کاری کنید که خدا عاشقتون بشه، حرفشون انگار این بود. ولی من دوست داشتم که برعکسش هم باشه، یعنی ما هم عاشق خدا باشیم. خدا در هر حالتی ما رو دوست داره. دیگه همین دیگه، این شکی واسه این بغضه میشه این حرفا رو به وجود آورد. خواستم که اینجا این حرفا رو بزنم با صدای پمپ، با سکوت‌های زیاد، با اینکه اصلا موضوع این حرفا مشخص نبود. یه ذره از اینستاگرام گفتم، یه ذره از احساساتم، از مخاطبای اینستاگرام. این اینجا بمونه و میخوام شک نکنم. بزرگترین مشکلی که ما آدم ها میتونیم پیدا بکنیم در زندگی اینه که خدا رو از دست بدیم. نباشه یا ما یه کاری کرده باشیم و به خاطر کار ما باشه، یا نمیدونم دیگه شک بکنیم. اشتباهه، اینجوری نباید باشه دیگه. و مشکلات دیگه هیچی نیستن وقتی خدا رو داشته باشی، یا هیچی نیستن. من خدا رو دارم و امید، به خاطر همینه که اسم پیج اینستاگرام شد من امید، شروع فعالیتم شد با این اسم، چون همیشه این امید اینجا هست و این امید نشأتش از کجاست؟ از خدا. ربطی هم به خوبی و اینا نداره. همه این حرفا بوی محبت و عشق میداد. نمیدونم احساس دیگه ای نداشت که صرف بهشت رفتن یا تبلیغ دین اسلام یا تبلیغ خدا، اصلا چیزایی نبود. و برای منه این حرفا، همش برای خود منه و شاید یک نفر باشه که همزاد پداری کنه، اگر که تا اینجا گوش داده باشه، که فکر نمی کنم. ولی میخوام به خودم بگم همه اینها اولش بر خودمه. به خودم میگم تو رو خدا شک نکن. مهمترین و بزرگترین دارایی که تو زندگی داری خداست. الکی اینجوری شک به دلت راه نده. خب احساس خیلی مزخرفی میشه، چون مهمترین آدم زندگیته و انگار خودت میخوای آسیب بزنی به این رابطه. نه واقعا خدا اینجوری نیست.
خدا جدی نیست. خدا اینجاست، تو قلبته، میفهمتت. خاطر همین اصلا بهشت و جهنم رو دوست نداشتم یا ندارم. من اون عشق به خدا رو میخواستم این احساسات اینجا باشه و به خودم همینا رو بگم، به شما هم همینا رو بگم که رابطمون باید با خدا اینجوری باشه. و الان دم عید بود این احساسات رو داشتم، پامپم خیلی خاموش روشم میشه، رو اعصابم، سکوت میخوام. خیلی باهاتون حرف بزنم ولی زیاد میشه. شک نکنید، بیایید شک نکنیم به کسی که خیلی دوستش داریم و ساختیمش. دوستش داریم.